بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رابطه به صلات تسبیح سوال شد و گفته شد که عملی اجرا شود تا برادرها یاد بگیرند. نماز صلات تسبیح بهترین نماز است. رسول اکرم علیه السلام این نماز بر کاکایشان هدیه کردند و در روز یک بار، اگر در روز نمیشه در هفته، و اگر در هفته نمیشه در ماه یک بار، و بالاخره در سال و در عمر یک بار خوانده شود. ثواب بسیار زیاد داره که گناهان انسان را البته میبخشه. نماز 4 رکعت نیت میشه و به این شکل است. نیت کردم ادا سازم 4 رکعت نماز صلات تسبیح، الله اکبر گفته میشه. ابتدا سبحانك اللهم خوانده میشه. بعد از سبحانك اللهم دستا را وقتی بسته میکنیم مثل نمازهای دیگه، 15 دفعه میخوانیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 دفعه وقتی که اینجا خواندیم باز اعوذ بالله میگیم، بسم الله میگیم، الحمدلله را میخوانیم کتی یک سوره. باز از یک سوره را خواندیم کت الحمدلله، باز اینجا میخوانیم 10 بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باز چی میگیم؟ تکبیر میگیم، میریم در رکوع. وقتی که در رکوع رفتیم 3 دفعه سبحان ربی العظیم میخوانیم. بعد از باز 10 دفعه در رکوع میخوانیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. با سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد میگیم. باز در رکوع دیگه خلاص شد، رکوع را کردیم استاده میشیم، در سجده نمیریم، این میجه باز 10 بار میخوانیم امی کلمه را. باز 10 دفعه خواندیم، باز الله اکبر میگیم، میریم در سجده. در سجده که 3 دفعه گفتیم سبحان ربی الاعلی، باز 10 دفعه در سجده امی کلمه را میخوانیم. باز 10 دفعه خواندیم، باز الله اکبر میگیم، میشینیم. اینمی ششتن جلسه میگن. اینمیجه در بین 2 سجده که به نام جلسه یاد میشه 10 دفعه باز میخوانیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باز میگیم الله اکبر، میریم در سجده. 3 دفعه که سبحان ربی الاعلی را گفتیم، 10 دفعه باز امی کلمه را میخوانیم. از این خلاص شدیم، باز میگیم الله اکبر، استاده میشیم. که استاده شدیم ابتدا باز 15 دفعه مثل رکعت اول این میجه کلمه را میخوانیم. باز بسم الله میگیم، الحمدلله را میخوانیم، یک سوره را میخوانیم. بعد از یک سوره باز 10 بار میخوانیم. باز در رکوع میریم، در رکوع 10 دفعه باز میخوانیم. از رکوع پس سمع الله لمن حمیده میگیم، باز 10 دفعه میخوانیم. باز میریم در سجده، در سجده اول 10 دفعه میخوانیم. باز از سجده میشینیم، در بین 2 سجده باز 10 دفعه میگیم. باز در سجده میریم، از سجده که پس خیستیم دیگه باز اینجا نمیگیم، فقط اتحیات میخوانیم. باز استاده میشیم. 3 رکعت دیگه مثل رکعت اول به می شکل خوانده میشه و این نماز 4 رکعت نیت میشه. هر 4 رکعتش پر است. پر به چی مانه؟ یعنی الحمدلله کت یک سوره خوانده میشه. این نماز کوشش کنین که بخونین، علل خصوص در ماه مبارک رمضان، چون در این ماه نفلش برابر به ثوابهای غیر ماهای دیگه پیش الله تبارک و تعالی درجه و مقام داره. لحاظا بندرم از دعایتان فراموش نکنین، شیر کنین تا کسای دیگه هم که یاد ندارن یاد بگیرن و ما شما داخل ثواب شوین. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.